5 چیزی که هرگز نباید در ماشین خود بگذارید. هر کدام از این موارد میتوانند دردسر جدی ایجاد کنند و اگر هنوز این ویدیو رو ندیده اید ممکن است همین حالا در ماشین شما باشند. اول، فندک‌ها در تابستان دمای داخل ماشین میتواند تا 70 درجه سانتیگراد برسد. فندک‌ها ممکن است در این شرایط منفجر شوند. آنها را فوراً از ماشین خارج کنید. دوم، عطرها و بطری‌های اسپری. اینها حاوی مایعات قابل اشتعال هستند. گرمای زیاد در ماشین میتواند باعث آتش سوزی شدید شود. ریسکش را نکنید. سوم، عینک. خیلی‌ها عینکشان را روی داشبورد می‌گذارند. اشتباه بزرگی است. نور خورشید که از عدسی‌ها عبور می‌کند می‌تواند یک نقطه داغ متمرکز مثل ذره‌بین ایجاد کند، باعث آتش سوزی شود. عینک را در ماشین نگذارید. چهارم، پاوربانک. گرما به همراه باتری‌های لیتیومی مساوی است با خطر. پاوربانک‌ها ممکن است داغ شوند، ورم کنند یا حتی منفجر شوند. هرگز آنها را در ماشین نگذارید. پنجم، بطری‌های پلاستیکی آب. اگر در ماشین آزاد باشند ممکن است زیر پایتان بغلتند. حالا تصور کنید که می‌خواهید ترمز بگیرید و پایتان گیر کرده باشد. خیلی خطرناک است. حتما این ویدیو را برای دوستانی که رانندگی می‌کنند بفرستید.